سلام، من عبدالله اشرف شما را با مهمترین رویدادهای روز چهارشنبه 9 ایول آشنا میکنم. بانک ملی تاجیکستان میگوید انتقال پول مهاجران از روسیه در 3 ماهه اول سال روان 13% کاهش یافته است. به گفته این نهاد مالی در همین دوره سال گذشته مهاجران به تاجیکستان 502 میلیون دلار فرستادند که در مقایسه با همین دوره سال روان 50 میلیون دلار بیشتر بود. بنابر پیشبینی اقتصاددانها اگر این تمایل به همین شکل رشد کند، کمبودی تاجیکستان تا آخر سال به 400 میلیون دلار برابر خواهد شد. بیش از 100 نفر دانشجویان دانشگاه طبی تاجیکستان صبح روز 9 ایول در نزد بینای وزارت مدافعه تاجیکستان جمع آمده خواستار صحبت روبرو با شیرعلی میرزا وزیر مدافعه شدند. با ادعای این گروه دانشجویان آنها در کاتدرای حربی تحصیل میکنند و استادان به آنها به اساس NB و یا غایب گذاشتند. با تاکید این دانشجویان شماره عمومی آنها 160 نفر است. جانشین وزیر مدافعه و سرپرست کاتدرای حربی برآمد کردن، از دانشجو برآمدن که همیشه حالت است. ما سنجیده میبرویم همون چیشه سردار خیلی کاتدرای آمدن که برادر از شما در سود اشتراک نکردین، ترتیب مقررگردی کاتدرای حربی رعایت نکردین، در درس‌های نظری اشتراک نداشتین. این خلاف نظامنامه درباره کاتدرای حربی است. اینا خارج نشدین، اینا را راه ندادند در درس می‌بردن. وزیر بهداشت تاجیکستان روز چهارشنبه 9 ایول در جمع خبرنگاران گفت در زندان‌های تاجیکستان بیش از 700 گرفتاران بیماری سپید و سیل به سر میبرند. شماره نفرانی که هم بیماری سیل ویروسی نوروسی زیاده 746 نفر. وزیر گفت با آنکه محبوسان تحت نظارت طبیبان قرار دارند، اما بدوباش آنها برای زندانی‌های دیگر خطرناک است. شماره نفرانی که هم بیماری سیل ویروسی نوروسی زیاده 746 نفر. وزیر در حال نگهداری زندانیان گرفتار بیماری سیل و سپید را در مکانهای مخصوص مطرح کرد که مقامات بهداشتی ولایت ختلان گفتند زندانها برای نگهداری این بیماران شرایط دارند. وزارت دفاع تاجیکستان تمرین را شروع کرده است که در آن برای اولین بار زنها نیز اشتراک میکنند. هدف این تمرین تحکیم آمادگی نظامی در بین اهالی بوده، مقامات اشتراک زنها را در آن مهم ارزیابی میکنند. مقامات نظامی تاجیکستان میگویند کشور از 4 طرف در احاطه دولت‌های خارجی و مخصوصا دولت ناآرام افغانستان جایگیر شده است و زنها نیز باید از توان مقاومت به هجوم‌های احتمالی خارجی برخوردار باشند. رئیس شبکه تلویزیون سفینه میگوید این شبکه در سراسر کشور 43% و در خارج از آن 56% تماشابین دارد. لطفالله دولتوف رئیس شبکه تلویزیون سفینه روز چهارشنبه 9 ایول گفت این آمار در پی برگزاری مانیتورینگ اودیتوری تلویزیون سفینه به دست آمده است. بنابر نتایج این مانیتورینگ بیشتری تماشابینان شبکه تلویزیونی سفینه افراد تحصیل دیده بودند. سفینه شبکه نسبتاً جوان بخش از شبکه‌های تلویزیونی دولتی تاجیکستان بوده با برنامه‌های تفریحی خود در بین مخلصانش معروفیت دارد. اخبار از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.